سلام دوستان عزیز، چطور؟ من عمو جواد هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه‌ها امروز اومدم کف کاستوم داشتم داخل بلک مارکت پیدا میدادیم که اینجا دیدم دو نفر دارن فایت میزنن، یه نفر رو ناک کرده و من اون کسی که ایستاده بود رو زدم. خب نگاه کنین، رفتم یه لوت کنم اینا. بچه‌ها واقعا وضعیت نت داغونه داخل بازی. من اصلا این سیزن خیلی مشکل نت داشتم تا الان. بچه خیلی سخته الان ویدیو ساختم واسهتون. هی از بازی پرت میشم بیرون، یک لحظه ریکوردم قطع میشه، همه چیم قطع میشه. بچه اینجا دوباره اومدم بعد از اون پینگ خراب داخل یه لوت خوشگل کردم، دیلکو رو گرفتم اونورم. رفتم آریویس چیه بچه اسم گانش هم یادم رفت. بچه یک کیلی میخوام بزنم که کیل نشد، دمیج شد، ولی خیلی خوشگل شد. من واقعا تاسف خوردم. اوف این چرا نخور؟ لایکو بکو.